درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 88. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه در باره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کسینوفونت و کیراپیدیا، کروشنامه او. نمایندگان این فلسفه نو به روندهایی در حیات اجتماعی به عمل آمده با توجه خاص نظر انداخته با آنها تنها از موقعی عقل سالم بها می دادند و مطلق بودن معیارهای موجوده را زیر شبهه گذاشته برای بازدید عقیده های پیش گذشتگانشان راه می کشادند. انسان معیاری همه اشیا است. این تزیس پرتگار نه تنها معنای شرطی بودنی معیارهای موجوده را داشت، بلکه در نهایت کار به شخص حقوق بازنگری این معیارها را با صلاح دید یا خواهش خود داده بود. به حقوق رسمی اکنون قانون طبیعی و جامعه بی‌سیما، شخص متفکر و مقامات نمایندگی، حاکم یگانه و خدایان مردم عوام خدای خودی آنها را مقابل گذاشتن ممکن بود. ناوابسته از آن که نگاه متفکر من بعد به کدام سمت متوجه بود، آیا به ریلیتیویسم غولات و اعتراف بی‌حیایانه حقوق تنها اشخاص طبیعتاً توانا یا به جستجوی سیمای شخصی مطلقی نو و درک نمودن وظیفه عالی اخلاقی محض انسان کامل، اما شخصیت با عقل فردی و اعتقاد خود در مرکز توجه فلسفه باقی ماند. این غایه ها به زودی معروفیت پیدا کردند، اما این دلیل تنها اثبات می کند که رشد آنها را خود واقعیت آماده ساخته است. گرچنده که در آن وقت هم حسودان عنعنه از خطر احتمالی این عقیده ها آگاهی داشته بودند و در مقابل آنها سخنرانی ها نیز کم نبودند، اما ایشان یکروانه در ساحه های گوناگون حیات فکری، در علم و خصوص تاریخ، فوکیدید، در ژورنالیستیک، سیاست افینه کسینوفونت دروغین، در پوبلیتسیستیک یوریپید برایشان راه می کشادند. حتی اندیشه راندن ممکن است که این دفعه خودی افکار نظریوی هم به شعور اجتماعی
و هم به عملیه اجتماعی تأثیری برعکس رساند. به هر حال تأثیر قوی آن را به پیشگذشتگان مستبید خودی الکیویت و لیساندر و مخصوصاً به اولین آنها در قطار مستبیدان نو دیانیسی انکار کردن ممکن نیست. در این گردابی پرتلاطم حادثه و غایه‌ها دوره جوانی کسنفانت گذشت. ما درباره این دوره حیات او کم می‌دانیم، اما خود همین کمی نیز از آن شهادت می‌دهد که او در مرکز حادثه ها قرار داشت و شاهد و شرکت کننده بی‌واسطه جنگ پلوپونس بود. سال 424 در هجوم افینه ها به بیاتیه که برای افینه ها به طور مصیبت آمیز در محاربه نزد دیلیا انجام یافت اشتراک نموده است. به قول مؤلفان قدیم گویا کسنفانت در این جنگ هنگام عقب نشینی افینی ها از بالای اسب به زمین افتاده است، اما سقراط او را برداشته نجات داده است. قرابت با سقراط که به محفل او هنوز در ایام جوانیش پیوسته بود باز یک جزئیات مهمی است که درباره کسنفانت در این دوره حیاتش برایمان معلوم است. کسنفانت سالهای زیاد شنونده با توجه سقراط بود و چنان که از سخنان دیوگن لایرت معلوم می شود او حتی بعضی از صحبتهای استادش را کتابت می کرده است. بعدتر این یادداشت‌ها از جانب او هنگام نوشتن اثرهای به اصطلاح سقراطی، یک گروه اثرهایی که در آنها سقراط قهرمان اساسی می باشد، یادداشت‌ها درباره سقراط، خطابه دفاعی سقراط، بزم و اقتصادچی به کار رفتند. شاید ملاقات معنوی کسنفانت با نمایندگان عالمان آن زمان تنها با سقراط محدود نشده باشد و می توانست در صحبت‌های سوفسطائی‌های و مخاطبان ریتاریک مشهور نیز اشتراک کند، اما گفتن دشوار است که در صحبت کدام آنها. اشاره‌های مؤلفان قدیم درباره آن که گویا او شنونده سوفسطایی پرادیک و مخاطب ایساکرات بود و محققان معاصر اطمینان زیاد بخشیده نمی‌تواند. به هر حال ما با کمال باوری درباره آن عامل‌های قضاوت کرده می‌توانیم که تشکلیابی شخصیت کسنفانت را معین کرده‌اند و جهانبینی او تأثیر رسانده، به فعالیت سیاسی و ایجادیات او راهنمایی نمودند. ریشه و تربیه اشرافانه برای عقیده‌های او زمینه گذاشته بودند و مبارزه شدید سیاسی که در آن خود کسنفانت بی واسطه اشتراک داشت و دستورهای حکیمان معاصر که در دایره خیش سخاوتمندانه تخم انتقاد عقلگرایی می کاشتند به آن مساعدت کرد که این عقیده ها در مجموع عقاید به هم پیوست تشکل یابند. فعالیت و ایجادیات من بعده کسنفانت را دانسته با اطمینان می توان گفت که در بین این اندیشه ها همچنین تصورات درباره ناموافق بودن ساخت دموکراتی با پرینسیپ های عدالت بودند که در روحیه عقلگرایی اریستوکراتی و اعتقاد روسافزون نسبت به ناتوانی جمهوری پاریسی به طور عموم و باوری به امکانیت‌های نامحدود شخصیتی توانا، سرلشکر و سیاستمداری با عقل و اراده کامل و دارای قوه حقیقی
مثلا لشکری به او باور کرده شده فهمیده می شود. این اعتقاد به برتری قدرت و امکانیت شخصیت کامل مسئله اساسی است که مؤلف آینده کیرپیدیا باید از سالهای شاگردی در اساس تجربه شخصی و در زیر تأثیر تعلیمات نوترین فلسفی حاصل می کرد. معلوم نیست که کسینوفانت تا کدام اندازه کوشش کرده است که این اعتقاد را در دوره اولین حیات افینگی خود رعایت کند. وی بی شبهه بهانه‌ای را برای پیشرویش می جست. دلش به سوی همان آدمانی مانند خودش شهرتمند کشال بود و با پرکسین جوانی بی‌آتیی دوستی پیدا کرد که او بعدتر به نزد کروش خردی رفته با امید خدمت او و با یاری او شهرتمند شدن، نفوذ زیاد پیدا کردن و ثروتمند شدن می‌خواست. با وجود این، کسینوفانت امکانی واقعی پیشروی را در وطن خود در افین پیدا نکرد. پاریس دموکراتی افین هنوز پایه‌های کهنه و سنت‌های بسا استوار داشت و صرف نظر از همه دشواری‌هایی که در دوره جنگ پلوپونس به دوش او افتاده بودند، به او میسر گردید که هم با آشوب‌های اولیگارخی و هم فتنه‌گری‌های آدمان الهیده شهرتخواه مبارزه برد. گذشته از این، تسلیم شوی و ظلم و تعدی حاکمیت سی مستبد را پسی سر نموده، دموکراتیای افین مثل سیمرغی از خاکستر برخاسته احیا گردید و با یک قطار تدبیرهای مؤثر نشان داد که وی حقوق و عنعنه‌های صاحب اختیاری خود را ثابت قدمانه حفظ خواهد کرد. سی مستبد، به عباره دیگر حاکمیتی سیگانه، نامی مجموعی گروه حاکمان سپارتنی است که در افین بعد جنگ پلوپونس در دوره بین سالهای 404-403 پیش از میلاد حکمرانی کردند. ایضاح مترجم تاجیکی کتاب. آنهایی که به واسطه در تظاهرات ضد دموکراسی سالهای 411 و 404 اشتراک داشتند و یا با سببهای معین همچون الهام بخش غایبی این تظاهرات حساب می یافتند، به تعقیبات دچار گردیدند. تعقیبات را از جمله اشرافان از سر گذراندند که در دوره حاکمیت سی مستبد در صف جنگاوران سواره خدمت می کردند و تکیه‌گاهی این رژیم بودند. هنگامی که فرمانده سپارتنی فبران که در آخر سال 400 به آسیای خرد برای مبارزه بر ضد فارس ها فرستاده شده بود، از افینگی ها خواهش کرد که 300 نفر سواره را به کمک او فرستانند و آنها از جمله اشخاصی که در گروه جنگاوران سواره حکومت سی مستبد خدمت می کردند فرستاده شده، عقیده داشتند که اگر آنها از وطن دور باشند ولی اگر به هلاکت رسند برای دموکراسی مفید خواهد بود. بعد از آن مرافعه مشهوری سقراط آغاز یافت. فیلسوف را
و به احترامی نسبت به خدایانی که آنها را دولت عزت و احترام می کند و به بداخلاقی نسبت به جوانان عیبدار کردند. در سال 399 حکم او برآورده شده به قتل رسید. همین طریق در افینه بعد از جنگ میدان فعالیت آزاد برای اشرافان شهرت پرست به مانند کسینفانت بسته شد. بنابراین تعجب آور نیست که کسینفانت به دعوت دوست خود پراکسین برای اشتراک در محاربه حربی کروش خردی با میل تام راضی شد. این همه در تابستان سال 401 رخ داده بود. در آن وقت پراکسین الکی در آسیا قرار داشت و با سپارش کروش یکی از گروه‌های جنگاوران زرخرید را جمع می آورد. جنگاوران را کروش برای محاربه حربی به مناطق عمیق‌تر آسیا جمع می آورد، زیرا شاهزاده نیت داشت که برادری کلانی خود ارتاکسرکس دو را از قدرت محروم نموده جای او را در تخت شاهی اشغال کند. هرچند این هدف تا به حال تبلیغ نمی گردید، برای همه معلوم بود که یک نوع ماجرای عظیم طرحریزی می شود. دورنمای این هدف آدمانی شهرت پرست بخصوص زرخریدان یونانی را که از جانب کروش به طور وسیع جلب کرده می شدند به وسوسه می انداخت و این تابش پرشوق و شور پیامی پراکسین که به عنوان کسینفانت نوشته شده بود شرح می دهد. او وعده داده بود که در صورت آمدن کسینفانت برای دوستی او با کروش مساعدت خواهد کرد و آخری به گفته پراکسین برای او از وطنش عزیزتر است. این دعوت در روح کسینفانت عکسی صدا به وجود آورد و او به یگان دودیلگی به دوستش پیروی نموده به نیت خدمت رسانی به حاکم قوی از وطنش بیرون برآمد. این کار در حیات او یک گردش کلی بود. کسینفانت از یک شهروندی پاریس آزاد به کانداتیر تبدیل یافت که بخت و سعادتش را در سرزمین بیگانه یا تحت سرپرستی یگان حاکم و یا در زیر خوف به جان خودش جستجو می کرد. تیر عهدنامه درباره کرایه آدمان برای خدمت حربی سرور زرخریدان حربی در ایتالیا در عصرهای 14-16 که در خدمت دولت و شهرها کمونه ها بودند. چرا مؤلف این مقاله کانداتیر را در نسبت یونانیان قدیم به کار برده است نامعلوم باقی میماند. شرح مترجم تاجیکی کتاب. شما گفتاری 88 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.